نامزد علم‌های تکنیکی دوسنت دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمی محمد عاصمی بایپوچو فتح‌الدینов 85 ساله شد. با این مناسبت در تالار دانشکده کنفرانس علمی نظریوی با اشتراک رکتور دانشکده دلفروز سیدی، نماینده از مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، استادان، همکاران، دوستان، شاگردان و خویشان و پیوندان صاحب جشن برگزار گردید. رکتور دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمی محمد عاصمی در شهر خوجند دلفروز سیدی در برآمدش از فعالیت استاد در دانشکده و دستاوردهای او یادآور گردید. باعث افتخار و سرفرازی است که استاد عزیز و گرامی، شخصیت ناتکرار، فضیلت پیشه، خردمند، عاقل و دانا بایپوچو رحیمویچ را از نام کل کارمندان دانشکده با افتخار روز سعادت و نور 85 سالگی روز مولودشان تبریک و تهنیت میگویم. نماینده از مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت تاجیبای سلطانزاده تبریکات رئیس ولایت رجبای احمدزاده را به سهم حاضرین رسانیده از خدمت‌های صاحب جشن در جاده علم و تربیت کادرهای بلند اختصاص خاطررسان شد. همچنین قید گردید که بایپوچو فتح‌الدینov از سال 1990 تا سال 1995 به حیث وکیل شوری عالی جمهوری تاجیکستان فعالیت نموده است. صاحب جشن گرامی‌قدر بار دیگر سنه فرخنده حیات را به شما خجست‌آباد گفته تمام خوشی‌های روزگار، سربلندی و نیکنامی، سعادت بی‌پایان، دولت بی‌گزند و عافیت همیشگی را تمنا می‌نمایم. با احترام رئیس ولایت رجبای احمدزاده. بایپوچو فتح‌الدینov 7 سپتامبر سال 1936 در شهر خوجند تولد شده است. بعد از ختم مکتب سال 1953 به دانشکده راه و نقلیات شهر مسکو داخل شده آن را سال 1959 ختم نموده است. با رهبری اکادمی محمد عاصمی و دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به حیث آموزگار و کار آغاز نموده است. سال 1974 در وزارت نقلیات تاجیکستان همچون دیرکتور تشکیلات علمی استحصالی مرکز حسابدار کار کرد. از سال 1993 تا سال 2006 در وظیفه‌های معاون، بعدتر همچون دیرکتور مؤسسه تاجیک گازاوتوسرویس شهر چکالوس امروزه بوستانی ولایت سوخت کار کرده است. از سال 2007 در وظیفه دوسنت کافدری اتومبیل‌ها و اداره‌کنی در نقلیات دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمی محمد عاصمی فعالیت نموده است. در جریان چهارمین جشن عبدالقادر اکرموف دوسنت دانشکده در موضوع سمت‌های اساسی پداگوژیکی بایپوچو فتح‌الدینov معروضه نمود. هنگام گذراندن تحقیقات‌های استحصالی راه‌های خوبی تشکیل نمودن روندهای استفاده را نشان داده ثمراناکی مؤسسه نقلیاتی را تامین نموده بودند. مخصوص سال 1959 این بارگاه علم و هنر را با اختصاص مهندس مکانیک ختم نمود. برای تشکل یافتن مخصوص همچون آموزگار، کارمند علمی و راهبری ناتکرار سهم استادان رکتور هموقته دانشگاه تکنیکی تاجیکستان محمد سیدالدین عاصمی خیلی کلان بود. در روز مولد صاحب جشن اهل اشتراکچیان از خصلت‌های نجیب او سخن کردند. تاکید گردید که سهم صاحب جشن در تربیت و دانشمند شدن نسل نورس نظررس میباشد. محض تربیت درست و سختگیری در عائله بود که امروز همه فرزندانش صاحب علمند. بایپوچو فتح‌الدینov صاحب 3 فرزند و نبیره و ابیره میباشد. بایپوچو اکام در اینجا در این تالار بارگاهی تعلیم و تربیت کادرهایی که برای تاجیکستان عزیز ما در همه ساحه‌های چیزی که میگویند از همین گایی سر کرده تا همین و چه میگن کارگاه‌های نقلیاتی راهبری تا همین وزیر و همه ها که اکوی من استاد میگویند ما فخر داریم. بایپوچو فتح‌الدینov سالهای فعالیت خویش در کدام وظیفه فعالیت کرده باشد آن را صافدلانه ادا نموده است. محض کاردانی او بود که در پیشرفت خواجگی خلق کشور سهم نظررس گذاشت. خدمت‌های او با مدال جشنی، 10 سالگی اجلاس شورای عالی جمهوری تاجیکستان و چندین افتخارنامه و سپاسنامه‌ها قدردانی گردیده است. در روز میلادش و بایپوچو فتح‌الدینov مهرنامه تبریکات رئیس شورای اتفاق کسبی ولایت سوخت تقدیم گردید. گزارش نصیب جان ابویف و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.